در نهایت باباجان غفوروف چمپیونات جمهوری تاجیکستان اوید و تنیس روی میز برگزار شد. در این چهاربینی ورزشی جمهوریوی 70 نفر ورزشکاران بهترین کشور از شهر دوشنبه، شهر و ناحیه‌های تابع مرکز کشور و ولایت‌های سوخت و ختلان اشتراک و هنرنمایی کردند. مقصد از تشکیل و برگزار نمودن مسابقه مذکور این پیدا نمودن دوستی رفاقتی بین ورزشگران، تشویق و ترغیب دادن تنیس روی میز در جمهوری تاجیکستان و معین نمودن دسته یکچین جمهوری تاجیکستان می باشد. نمود تنیس روی میز در تاجیکستان رواج و رونق یافته ایستاده است. سالهای آخر با دستگیری جناب عالی محترم امامی رحمان در اکثریت شهر و ناحیه‌های کشور تالارهای ورزشی آذیرمان ساخته به استفاده داده شده ایستاده است که این هم برای تکان دادن تمام نمودی ورزش بسیار هم زمینه می‌گذارد. ورزشکاران ولایت سوخت در حیات دستوی در این مسابقه مهارت بلند نشان داده هم بین پسران و هم بین بانوها صاحب مقام اول شدند. مقام‌های دوم و سوم را در حیات دستوی ورزشکاران شهر دوشنبه و ولایت ختلان صاحب نمودند. من طوری 10 سال می شود که به نمودی تنیس روی میز مشق میکنم. امروز در چمپیونات جمهوری اشتراک کرده جای یکم را اشغال نمودم. همچنین ما در هیئت دسته ولایت سوخت جای اول را اشغال کردیم. آینده بسیار کوشش میکنم مشق تمرین کرده به مسابقه‌های بین‌المللی اشتراک نمایم و پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارم. در رقابت‌های جفتی مردانه افضل محمودوف و شیروز نبیف ورزشکاران ولایت سوخت به گرفتن مقام یکم شرفیاب شدند. در بین بانوها باشد زینه اول نصیب ورزشکاران ولایت ختلان سمیه امیری و نرگیزه عزیزووا گردید. افضل محمودوف و صبرینه مرادی ورزشکاران ولایت سوخت در واخوری‌های جفتی آمیخته پیروزی را صاحب شدند. در واخوری‌های انفرادی بین مردان مقام اول نصیب ورزشکاری شهر دوشنبه عبیدالله سلطانوف و بین بانوها جای یکم نصیب ورزشکاری ولایت ختلان سمیه امیری گردید. با غالبان جایزه‌داران مسابقه مدال و افتخارنامه‌ها را نمایندگان کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، نمایندگان فدراسیون تنیس روی میز مملکت و مربیان این نمود در فضای تنتنوی تقدیم نمودند.